یک کم با احتیاط برخورد بکنن و چگونه. نگین خوب موضوع را گفتن که در قبلها چند سال پیش ما هم شاهد بودیم که شما حتی در مجله ها به شکل تصویری برای مردم معرفی کرده بودین که وقتی که با ماین برخورد میکنین پس به جاهای پای خود پس بر بگردین و یک نفر مسئول خبر بگیرین، چیزهای زیاده. حالا که اکثریت جاها پاک هم شده، بعض جاها مانده که بدبختانه چند روز پیش واقعی جلال آباد ما شاهد بودیم که تفلکای خود را شهید شدن، از بین رفتن. حالا به خاطر که آدم بتونه جان خود حفظ بکنه و تفلک‌ها را حفظ بکنه چی کاری باید بکنه؟ کجاها باید آدم طور است که ما در تلویزیون در رادیوی آزادی هم مصاحبه را کردم. ماین در افغانستان نه تنها ماین مرمیات منفجر ناشده هم اینا هم است. ما وقتی گپ از ماین میزنیم در پالوی ازیم ما باید فراموش نکنیم که مرمیات منفجر ناشده که از ماین که به مراتب خطرناک تر است و خطرناک بودن ای است که اون مرمیات منفجر ناشده توسط تو فیر میشه در هر جای که افتید، در هر نقطه که افتید. ماین خود کم و بیش مردم آگاهی می داشته باشه که مثلا در نظامیان در این جا آمده بودن ماین گذاشتن، روس ها در این جا آمدن ماین گذاشتن، یا مثلا کسی در اون نزدیکا رفت ماین انفجار کرد. ولی مشکل بسیار اساسی و عمده فعلا مرمیات منفجر ناشده در داخل افغانستان است و مرمیات منفجر ناشده متاسفانه خطراتش به مراتب زیادتر از ماین است. برای اینکه وقتی که انفجار میکنه چندین نفر میکشه، مثل که واقعی در جلال آباد شده. و دوم چیزی که ایست که ای جایش معلوم نیست، راکت آمده در یک جای افتیده، او زیر خاشاک پت شده، کسی به او بر نخورده، دفعتا انفجار میکنه و او حساس شده به خاطر اینکه که سرگلولی از وقتی که در زمین بخوره در جای سخت بخوره دفعتا انفجار میکنه، در جای نرم بخوره او حساس میشه ولی انفجار نمیکنه. با یک حرکت با کمترین تماس او حرکت انفجار میکنه. دیگه بیشترین واقعات از مرمیات منفجر ناشده است و این مرمیات منفجر ناشده بسیار مشکل است که پیدا شود. ما تقاضای مردم جهانیان از هموطنای ما این است که از باید جهانیان در این راستا با ما همکاری بکنن، امکانات مالی را به اختیار ما قرار بدن که ما بتانیم اینا را کلش قدم به قدم پاک بکنیم و هموطنان ما با ما همکاری بکنه. هر جایی که تو چیزای ناشناخته را میبینن اولادای خدا مکلفیت از اینا بفهمانن که هر چیزی که روشنی میته و مقبول براتان معلوم میشه و یک چیز قابل دلچسب برای شما نیست، او خطرناک است. شما اگه یک چیز میبینین دفتن به او عجله نکنین که را بعدش بیارین، او را اطرافش دور جایش سنگار نشانی ها را ببانین، ما را خبر کنین که ما این پاکه ها را خبر کنیم بیان اینا را از بین ببرن. و در پالوی ازی البته همکاری خود طفلاست، به خاطر ازی که طفلا در هر جای به جا گشت و گذار نکنن و مشکل بازم ما میگم که مشکل اصلی و اساسی وطن ما همی است که مردم ما بسیار بیچاره هستند. فقر، تنگ دستی، عدم موجودیت امکانات مالی مجبور می‌سازن اونم دخترها برای چی رفته بودن چوبا را جمع میکردن و یا میرن آهنا را جمع میکنن برای اینکه آهنا بگیرن در بازار بفروشن. این واقع اول نیست، هزارها واقع همینطور واقعات شده داخل افغانستان شده متاسفانه در مناطق مختلف شده ولی باز هم مردم از پند نمیگیرن. بله آقای ابلاغ، داشتن یا تربیه امو گرگه های تعلیمی برای ماین پاکی هم یکی از کارها و فعالیت های شما هست که حالا میبینیم بعضی جاها که داشتین، این هم بگین چقدر تاثیرگذار بوده به خاطر پیدا کردن ماین ها؟ در قسمت سگه های کشف ماین ما بر شما بگویم که واقعا اینا کار بسیار عمده و اساسی را انجام داده و بیشتر از او مردم با ما بسیار همکاری کرده.
نیست. ما به طور مثال برای شما میگم در ولایت کنر امی مجاهدین قماندان ها با ما همکاری بسیار عمده و اساسی خدا خیر بتشان. در سرک بادل ما 10 ماینه در سرک بادل و ماران و منزه یک 2 سرک بود که ما اولین بار در کنر را ما پاک کردیم. در اوجه 12 ماینه ما در سرک بادل ما با همکاری مردم با ما پیدا کردیم. اونا نشان میدن ماینه های ضد تانک ایتالیایی که در پلاستیک است، کاملا پلاستیک است، یک پارچه بسیار خرد آهن داره کو برای ماین پال بسیار سخت است که کشف شود و ایره مردم محل با ما همکاری کردن. ما این ماینه را پیدا کردیم. 40 ماینه در سرک ماران و منزه میگن در او را ما 40 ماینه ما در اوجه پیدا کردیم. این مردم محل با ما همکاری کردن. میامد نفر میگفت که ما ماینه دینی منطقه گذاشتیم، بعد ما مجرد میکندیم تا که ماینه را پیدا میکردیم. بعدها سگای کشف ماین پیدا شد که سگای کشف ماین هم مواد انفجاری را تنفس میکنن و او مواد انفجاری کمک میکنه که ما ماین پیدا کنیم. دیگه الحمدلله از سگها ما به شکل بسیار مؤثر استفاده کردیم. در یک پاک کردن یک سرک مثلا ما 3 سگ استعمال میکنیم. سگ اول اگر جای نشان داد، سگ دوم هم نشان داد، باز موجه پاک میکنیم. سگ سوم به خاطر کوالیتی کنترل، به خاطر کیفیت کار سگ سوم هم استعمال میشه تا منطقه کاملا از وجود ماینه پاک شود. دیگه از او خاطر همه وسایل همه جوانایی که در ماین پاکی هستن در هر قدمی که هستن اینا کار بسیار فوق العاده انجام دادن که از طریق تلویزیون شما از تمام از اونا، از پدرانشان، از مادرانشان و از دعاهایی که مادران از اینا، اطفال از اینا با ما دعا کردن از اینا ما قلبا تشکر میکنم. برای چی که ما تنها ماین پاکی نکردیم، ما سالانه به بیش از 3000 افغان شخص مؤسسه‌ای که ما دارم ETC 3000 افغان ما سالانه برای زمینی کار مساعد ساختیم. ماشاءالله بسیار عالی بوده. واقعا میشه آقای ابلاغ بگین که حالا در کدام قسمت پاکسازی ما این قرار داره افغانستان کشور ما، تا چه حد داره پیش رفتیم و چقدر گره باقی مونده؟ سروی هست حتما پیش؟ والا تقریبا 60% ماینه ها و ساحات البته پاک شده. پیش ما سوال ماین نیست، سوال مرمیات منفجر ناشده هم نیست، سوال ساحت. یک جای بسیار کلان با موجودیت یک ماین او کافی است که کسی در او داخل نشه و یا یک ساحه خرد با موجودیت 10-12 ماین عین گپ است. دیگه به این اساس ما روی ساحات کار میکنیم و فعلا نظر به سروی که شده تقریبا 580 کیلومتر مربع یا 580 میلیون متر مربع ساحات فعلا مانده که بعد در 10 سال آینده او پاکسازی شود و با لطف خداوند جل جلاله. بسیار عالی، بسیار خوب شد. معلومات ما هم بیشتر شد و گفتین شما هم بسیار مسائل را که دوستا و بیننده ها هم سود بردن. سپاسگزار هستم. ما به این سوال اکتفا میکنم. نگی نمیدونم سوالی داری یا خیر؟ شما سوال داری؟ میگفتم من اکتفا میکنم تمام، چون آیسته وقتم به آخر میرسم. تمام که پرسیدیم همش معلوماتی بود. آرزو میکنم که همگی معلومات خوبی را گرفته باشن از صحبت های آقای ابلاغ. از شما سپاسگزار هستیم واقعا. تشکر از شما هم از برادر محترم که ما قبلا اینا را هم دیدیم هم بسیار تشکر میکنیم و ما امیدوار هستیم که هموطنان ما سوالای هموطنان ما را ما جواب داده باشیم. شما سلامت باشید. دیگه ان شاء الله ما همیشه در خدمت هستیم. هر وقت یک ناوقتی که زنده باشین. تشکر. شما آدم با احساس هستین آقای ابلاغ، شما و تیم کاریتون واقعا ما واقعا سپاسگزار هستیم. واقعا که با به خطر انداختن جانشان همکارای شما جان دیگر را نجات میدن. تشکر از شما. تشکر. زنده باشین. The best thing about me از ریکی مارتین آماده نشد. بیشتر از 3 میلیون مرمیات منفجر ناشده را ما جمع آوری و پاک کردیم، انفجار دادیم و بیشتر از
172,000 مین پرسونل ما از بین بردیم و در حدود 6,000 مین ضد تانک مؤسسه که ما رئیسش هستم البته ما پاکسازی کردیم. ابلاغ از کم شدن کمک‌های جهانی در راستای ماین پاکی در افغانستان نگرانی کرد و گفت هنوز هم در بیش از 580 میلیون متر مربع زمین احتمال بودن ماین وجود دارد که برای پاکسازی آن به بودجه کافی نیاز است. رئیس مؤسسه ATC گفت هرچند نقشه هایی از ساحاتی را که در زمان تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان ماین فرش شده است در اختیار دارند، اما بیشتر این ماین ها از اثر سیلاب از جای به جای دیگر منتقل شده اند. که دنیا با ما همکاری بکنه که ما در آینده بتانیم تمام ماین ها را پاک بکنیم و ما 16 میلیون 20 میلیون و 50 میلیون ماین سوال نیست. سوال سر ازی است که چه ساحات ملوث با ماین و مرمی های منفجر ناشده است. 580 میلیون متر مربع ساحات با ماین و مرمیات منفجر ناشده ملوث است که ان شاء الله خداوند جل جلاله لطف بکنه ما را پاکسازی می‌کنیم. بر اساس آمار مؤسسه ماین روبی ATS از آغاز فعالیت این مؤسسه تا اکنون 40 تن از کارمندان آن هنگام ماین روبی و 60 تن دیگر هنگام گشت و گذار در کشتزارهای ماین جانهایشان را از دست دادند. دو سرباز ارتش ملی در ولسوالی کاروخ هرات کاروان موتورهای سربازان اسپانیایی را هدف حمله مسلح ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که افغانستان تا سال 2023 به یک کشور عاری از ماین تبدیل خواهد شد، اما مسئولان مؤسسه ماین پاکی میگویند که خطرات ناشی از انفجار ماین در کشور از 25 واقعه و یک واقعه در روز کاهش یافته است. با گذشت بیش از 20 سال از عمر مؤسسات داخلی و بین المللی ماین پاکی در کشور هنوز هم بیش از 40% از مساحت کشور از وجود ماین‌های کاشت شده پاکسازی نشده و این مناطق ساحات ناامن برای شهروندان کشور محسوب می شود. 24 سال قبل روزانه بین 20 تا 25 واقعه در سرتاسر افغانستان می شد. دستاورد بزرگ ما است که عالی واقعات 25 واقعه به یک واقعه پایین آمده که روز یک واقعه در سرتاسر افغانستان صورت می گیرد. قبل از این دولت افغانستان و مؤسسات ماین پاکی در کشور وعده نموده بودند که تا سال 2013 میلادی افغانستان را به کشور عاری از ماین مبدل خواهند نمود. اما محمد دایم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث و کفایت الله ابلاغ رئیس مؤسسه ایتی در این خصوص میگویند که بنابر نبود بودجه کافی آنان نتوانستند که به این وعدهشان عمل نمایند. این مسئولان میگویند که افغانستان تا 10 سال دیگر از موجودیت ماین‌های کاشت شده به صورت کامل پاکسازی خواهد شد. ما عالمی تانیم که تا ماه مارچ سال 2023 یعنی 11 سال ما این پروگرام پیش ببریم و اگر ماین‌های جدید و یا مواد منفجر ناشده جدید در افغانستان پیدا نشود و یا جنگ نشود، انشالله تا 11 سال آینده افغانستان کاملا از ماین، از وجود ماین و مهمات منفجر ناشده انشالله خلاص میشه. ما به این هدف نزدیک شدن نتانستیم به خاطر اینکه امکانات مالی کافی از طرف جامعه جهانی به اختیار ما قرار نگرفت که 2013 ما بتانیم که افغانستان فری از ماین یا از ماین خلاص اعلان بکنیم. موجودیت ماین‌های کاشت شده در کشور علاوه بر آن که به شهروندان از لحاظ زراعت و اقتصادی ضربه محب وارد کرده است، خطرات ناشی از ماین یکی از 10 عامل کشنده برای شهروندان کشور محسوب می شود که با انفجار آن سالانه جان صدها شهروند را در 34 ولایت کشور به نابودی می کشاند. توانستند به این هدف نزدیک شوند. ما در تپ تلاش هستیم که ما جامعه جهانی را متقاعد بسازیم که برای ما امکانات مالی را تهیه بکنه و حال پلان ما است که در 10 سال آینده اگر جامعه جهانی برای ما امکانات تهیه بکنه که ان شاء الله ما در 10 سال آینده ما کاملا افغانستان از وجود ماین پاک بکنیم. این نهادها استفاده طالبان از ماین‌های کنار جاده‌ای و مواد انفجاری را چالش جدی برای عاری شدن افغانستان از ماین می‌دانند. ما موفق شدیم که در هلمند و در ولایت‌هایی که طالبان چیز هستند